رفقا سلام، خیلی مخلصیم. سیاوش گیم پلی هستم در خدمتتونم. یه بازی خیلی باحال و خفن به اسم رزیدنت اویل. خب این استارت اول بازیه. من خودم بازی همین الان نصب کردم. بعد اصلا یکم بازی کنم، محیط بازی رو بهتون نشون بدم و ببینیم چیه داستان. بریم سمت در ببینیم چه خبره. محیطش یه جوری شبیه همون رزیدنت اویله که توی پیسی یا توی پلیستیشن بازی میکنیم. بریم ببینیم چجوریه. جالبه کسایی که علاقه دارن به بازی رزیدنت اویل، این بازی میتونه بازی جالبی باشه. چرا قوه رو برمیداریم سلامه دیگه باید نیست. اینا رو همیشه اسکیپ کنید بره. خب بازی جالبیش اینه که شما اگه چیزی که تو بازی قرار دادن تا مرحله رو کامل نکنی وارد مرحله بعد نمیشه. یعنی چرا قوه رو تا وقتی که نگرفتی نرفتن. او مای گاد، بخور یا اینجا من میگه اینو. کلید رو گرفت و زامبیاش زیاد جالب نیستن. خب برگردیم ببینیم اینجا چی داره. خب کلید رو برداشتیم و حالا در رو وا میکنیم و میریم داخل. خب باز کنیم. اگه دوست داشته باشید من هر شب یه 2-3 دقیقه از این بازی فیلم رو واسه تون میذارم. لطفا توی کامنت ها نظرتون رو واسه هم بنویسید تا با هم دیگه بازی انجام بدیم، مرحله به مرحله بریم جلو. فکر کنم اول کاری کافیه. خیلی مخلصیم. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. بازی های خیلی باحال و جدیدی واسه تون دارم که اگه بتونم و وقت کنم حتما فیلماشون رو واسه تون میذارم. سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید. کامنت حتما بذارید چه بازیایی دوست دارید. تا درود دیگر، بدرود.